پرزیدنت امریکا جو بایدن اعلام کرد که رهبر شبکه تروریستی القاعده ایمان الظواهری صبح یکشنبه 31 یولی سال 2022 در افغانستان در نتیجه یک عملیات ویژه امریکا کشته شد. ظواهری که بعد از سوی امریکا کشته شدن اساسگذار القاعده اسامه بن لادن رهبری این شرکت تروریستی را بعد از گرفت. بعد بن لادن نفر اعظم جستجو شونده به شمار می رفت. امریکا که 25 سال باز او را می جست در بهای معلوماتی که به بازداشت و یا قتل ظواهری مساعدت کند 25 میلیون دلار جایزه مقرر کرده بود. ایمان ظواهری صبح 31 یول زمانی کشته شد که برای خبرگیری اهل خانواده‌اش به کابل آمده بود. دو موشک آتش دوزخ که از هواپیمای بی‌سرنشین سر دادند ظواهری را در یک منزل در شیرپور منطقه دیپلماتی کابل کشت که برای هواخوری به بالکن برآمده بود. مقامات امریکا میگویند در این حمله کسی از اعضای خانواده ظواهری آسیب ندیده است. این نخستین حمله ویژه امریکا در افغانستان بعد ماه آگوست سال 2021 با دست حرکت تندرو طالبان یک اتفاقچه شبکه القاعده افتادن امور این کشور جنگ زده بود. نماینده طالبان کشتار ظواهری را محکوم کرد. سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد این حمله را پایمال کردن معیارهای بین المللی و هم نقض قرارداد سال 2020 نامید که امریکا با طالبان در دوحه امضا کرده بود. جو بایدن رئیس جمهور امریکا شام 1 آگوست در سخنرانی تلویزیونیش گفت مکان بود و باش ظواهری به مقامات ویژه امریکا در اول سال جاری معلوم شده بود. عدالت تنته نکرد و این رهبر تروریستا دیگر وجود ندارد. ما هیچگاه عقب نمی نشینیم. او از خود کشتار و خشونت به ضد شهروندان و حربیان دیپلمات‌های امریکا و به ضد منفعت‌های امریکا باقی گذاشت. اصرار داشت بایدن.